دوستان عزیز انشاءالله که صحت سلامت باشیم. خب دوستان عزیز من در ویدیو قبلی درباره چی براتون گفتم 11 شاخص ایفاپی یا که ایندیکیتر که 11 شاخص COP ANC PNC دلیوری GMP TV تبرکلوز تداویشده کندوتری تینتو پلاس میجر سرجری و همچنان سدورستیکشن بود. خب به خاطر از اینکه خدمات بهتر به وجه حسنش صورت بگیره خدمات برای مردم برسن ما باید این کاتگوری رو در نظر بگیریم یا این نقاط در نظر داشته باشیم تا به بهترین وجه شما بتانیم خدمات برای مردم ارائه کنیم. خب از جمله ما 11 کاتگوری رو در نظر بگیریم که در این 11 کاتگوری اگر ما این 11 کاتگوری رو ما بتونیم که ترتیب کنیم انشاءالله خدمات به وجه حسنش صورت بگیره. خب این 11 کاتگوری که براتون میگم باز بعدا برای کدومش ویدیو جلو میگیریم. یک فرمول عمومی هستند در 11 شاخص همین 11 کاتگوری باید در نظر گرفته شود. یعنی ضرورت است همین کاتگوری کوئی عبارت است که از دفینیشن است که برای کدومش براتون ویدیو جلو میگیریم برای شاخصش. دیگر رجیستر کردن است که شما باید رجیستر کردن یاد داشته باشید چه قسم رجیستر میشه به قسم ترشید و همچنین بتونید که در نیار برسانید و شما از نیار چه قسم باید میتونید نیارها موادس دارید و همچنین QQC است دیگر ویلیت است که این قسم سرویس خدمات است که خدمات هم در بخش اجرا میکنید و همچنین تشخیص است دیگر دوا است یا تداویش است و همچنین کانسلینگ است مشوره دهی و پلانینگ است در قسم فالو اپ است که برای تمام چیز برای ویدیو شده بودن تهیه میکنم و در دسترس قرار میدم. خب دوستان عزیز اگر میخواهید که معلومات بیشتر و دارید در مورد خدمات VPHS و EPHS حتما صفحه ما را لایک کنید در فیسبوک به نام هلت فار آل است و همچنین در یوتیوب به نام دکتر نیویس نایل است. انشاءالله شما از این خدمات مستفید شوید و اگر